Monsieur le Président de la République du Tadjikistan, پرزیدنتی محترم جمهوری تاجیکستان، وزیران، خانمان و جنابان، جناب رئیس شورای اجراییه، سفیران، حاضرین گرامی، دوستان عزیز، این یک لحظه بسا مهم و خاص است که به شرافت فرهنگ تاجیکستان امروز در این مجمع ما به وقوع می پیوندد. می خواهم شما را محترم جناب پرزیدنت به این نهاد سازمان ملل متحد که آن از شما نیز محسوب می یابد صمیمانه خیر مقدم گویم. برایم مایه فرحمندی است که این شام یعنی 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با آهنگ و موسیقی، شعر و سرود و لباسهای با شکوه و جذاب که هنگام وارد شوی به این تالار از آن دیدن نمودیم با شما جشن میگیریم. برگزاری این چاره‌بینی در این مجمع که نه تنها 30مین سالگرد استقلالیت بلکه میراثی چند هزار ساله این کشور بزرگ را که در تاریخ جهان سهمی بارز و شایسته گذاشته است تجسم می کند بسا رمزی است. باعث خوشنودی است که امروز در کنار شما هستم و امکان داریم آید به همکاری و رشته های دوستی ناگسستنی که ما را با هم می پیوندند صحبت کنیم. من به نهایت شادم که توانستم در ملاقاتی که قبل از افتتاح این مراسم دایر نمودیم به محترم پرزیدنت گویم که یونسکو حضور خود را در دوشنبه تقویت خواهد داد، علل خصوص توسط برنامه‌ای که ما در جاده همکاری در ساحه آب مشترکاً انجام می‌دهیم. اما البته تاریخ یونسکو و تاجیکستان این تاریخ میراث مادی و غیر مادی است که پیدایش آنها با انسانیت و با شهری باستانی سرزم علاقمندی زیچ دارد. سرزم شهری استثنایی و بی‌بها نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام بشریت می باشد، زیرا محض در سرزم اولین شهرک‌های اهالی نشین در قاره آسیای مرکزی 5500 سال پیش در حدودی که همیشه در منطقه ژئواستراتژیکی آسیای مرکزی بود به وجود آمدند. با وجود این آن اینچنین به من منظره با شکوه کوههای پامیر را خاطر نشان می کند که هنوز سال 2013 به فهرست میراث جهانی شامل گردیدند. این راه ابریشم، کوهها، محلهای دیدنباب، آنها مثل جواهراتی هستند که باید نگاه داشته شوند، انتقال یابند و تا جهانیان از آنها درک یابند. همکاری یونسکو و تاجیکستان با این محدود نمی گردد. ما در ساحه معارف همکاری گسترده را فعالانه راه اندازی نمودیم. ما در دوره پرتشنج همگیری بیماری سرایتی که به تحصیل در سراسر جهان ضربه زده است همکاری داریم. ما در رشته تعلیم و تحقیقات علمی که برای حل مشکلات و بحران عصر 21 مهمند همکاری می‌کنیم. این یک لایحه مهم است که برای رشد و گسترش روند آماده سازی آموزگاران از جانب اتحاد اروپا دستگیری و از جانب یونسکو تأسیس داده می شود. و به شبهه موضوع سیومی که من می خواهم منظور شما محترم جناب پرزیدنت نمایم و یادآور شوم این آب می باشد که موضوع منفعت عمومی بشریت است. آب واقعاً یک مسئله استراتژی است و در آسیای مرکزی اهمیتی خاصه دارد. طوری که ما می دانیم مسئله آبشوی پریخ‌ها به موضوع اساسی توازن جهانی تبدیل گردیده است. از این رو من می‌خواستم از اشتراک تاجیکستان در برنامه اساسی همکاری هیدرولوژی ما، برنامه بین حکومتی هیدرولوژی یونسکو و کنفرانس بین المللی در پیش ایستاده که در آینده نزدیک دوشنبه میزبانی آن می شود استقبال کنم. محترم جناب پرزیدنت، همکسان محترم، می‌خواهم در آخر به اهل صنعت و هنر که چند پس برنامه را
منظور ما میگردانند احترام گذارم. این تقریبا 80 نفر نمایندگان اهل صنعت و هنر، رسامان، مطربان، رقاصان، سراینده ها و شاعران که از تاجیکستان سفر کردند تا امشب در اینجا در مرکز پاریژ با ما باشند، تب همگان را بالیده و پروازی تخیلی را بین وقت و فضا به ما فراهم سازند. این شهادت واضح و واقعی عهدهداری و تصمیم ما درباره مبادله فرهنگی و خصوصا همه این نعمت‌های عمومی بشریت میباشد که ما توسط این سازمان پاسبان عمومی میراث‌ها یعنی یونسکو پس از چند روز ماه نوامبر 75مین سالگرد خود را جشن میگیرد عملی مینماییم. نهایت من خیلی شادم که ما یک جایه با شما در شهر پاریژ در کنار رود سین این روز را با شکوه جشن میگیریم. همزمان چنانه به من اطلاع دادن نمایشگاه عجیب تحت عنوان تاجیکستان سرزمین رودهای زرین در آثارخانه صنعت تصویری آسیایی گیمه تشکیل و برگزار گردید. از این رو بار دیگر من شما را به یونسکو صمیمانه خیر مقدم میگویم و به شما در مشایعت هیئت تاجیکستان شام زیبا و دلپذیر آرزو میکنم. حضور دوست بزرگ یونسکو جناب پرزیدنت بین ما امروز شرف است. تشکر زیاد محترم جناب پرزیدنت. محترم مدیر کلی یونسکو، خانم ها و جنابان، حاضرین گرامی، در آغاز میخواهم به شما خانم عالی قدر آدری ازوله و تمام مسئولان یونسکو برای مساعدت جهتی در سطح بلند برگزار نمودن روزهای فرهنگ و نمایش هنرهای مردمی جمهوری تاجیکستان در قرارگاه سازمان اظهار مینتداری نماییم. تاجیکستان همچون دولتی صاحب اختیار و عضو برابر حقوق جامعه بین المللی امسال 30 سالگی استقلال دولتی خود را جشن گرفت. در این مدت از نگاه تاریخ کوتاه کشور ما در سیاست داخلی و خارجی به دستاوردهای نظررس نهایی شده در عرصه بین المللی به مقام و موقع خود را استوار صاحب گردید. عضویت تاجیکستان در سازمان ملل متحد و نهادیان آید به مسائل معارف، علم، فرهنگ نمونه بارز این دستاوردها میباشد. تاجیکستان به همکاری با یونسکو اهمیت جدی میدهد. در این ضمن ما از عمل نمودن لایحه‌هایی که در رشد علم و معارف، حفظ میراث فرهنگی مادی و غیر مادی کشور برای نسل‌های آینده سهم نظررس دارند همه جانبه پشتیبانی می‌نماییم. در طول همکاری‌ها میان تاجیکستان و این سازمان با نفوذ مناسبت‌های با اعتماد تشکل یافتند. این به ما امکان می‌دهد که همکاری‌های هماهنگ شده دو جانبه را در همه سمت‌های موردی توجه انکشاف دهیم. بسا رمزی است که امروز ما دیگر باره در این بنای تاریخی که تجسم صلح، علم و معرفت، فرهنگ و سازندگی میباشند با فعالان، نمایندگان جامعه، اهل علم و زیایان ایجادکار فرانسه ملاقات میکنیم. قابل ذکر است که سال 2005 ما روزهای فرهنگی کشورمان را محض در همین قصر برگزار نموده بودیم. بخصوص میخواستم از نمایشگاه نگاره‌های تاریخی تاجیکستان زیر عنوان تاجیکستان کشور دریاهای طلایی یادآور شوم. ما با پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون دیروز در آثارخانه هنرهای آسیایی گیمه شهر پاریژ به این نمایشگاه حسن افتتاح بخش شدیم. در چارچوبه نمایشگاه مذکور که بار اول در اروپا برپا گردیده طول 3 ماه ادامه خواهد یافت، قریب 300 یادگاری از دوران عتیقه خلق تاجیک تا زمان معاصر جمع آورده شده است. در نمایشگاه اینچنین آثار گرانبهای تاریخی نیاگان ما از آثارخانه بریتانیا کبیر که با نام خزینه امودریا معروف است به نمایش گذاشته شده. برگزاری سلسله چهارمین‌های فرهنگی دیروز و امروز در مرکز فرهنگ اروپایی شهر پاریژ برای ما رویدادی مهم و خاطرماند میباشد. بسا رمزی است که آنها به دوره تجلیل 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راست آمدند. طور معلوم است تاجیکان ملت تمدن آفر و فرهنگی بوده در تاریخ بشریت جایگاه مناسبی دارند.
البته دوره دولتداری نوین تاجیکان در مقایسه با تاریخ بیش از 6000 ساله خلق کهن بنیادی تاجیک و عنعنه‌های وطنداری و تمدن سازی آن مدتی چندان طولانی است. اما برای مردم شرفمند ما مهم آن است که این دوره مرحله سنجش تاریخی، تکمیل خودشناسی و خودآگاهی ملی، حفظ مرز و بوم و عموما موجودیت دولت و ملت، تأمین صلح و ثبات و احیای دولتداری ملی می باشد. در زمان معاصر مخصوصا در شرایطی که برخورد تمدن‌ها و ارزش‌های گوناگون فرهنگی طرف شدت می‌گیرد، آموزش عمیق تاریخ و ترغیب و تشویق میراث غنی تاریخی و فرهنگی یکی از راه‌های تربیت تحمل پذیری میباشد. واقعاً تاریخ قدیمی خلق تاجیک و میراث گرانبهای مادی و معنوی گذشتگان ما از جمله یادگاری‌های تاریخی بزرگترین مکتب خودشناسی برای هر یک فرد جامعه، مخصوصاً نورسان و جوانان است. مردم ما از زمانهای قدیم تا به امروز با آیین و سنت‌های ملی و ارزش‌های اجدادی خود ارج گذاشته برای احیا و قناعتمند گردانیدن آنها و در میان اهل جامعه گسترش دادن مراسم و جشن‌های باستانی خویش پیوسته سعی و تلاش می‌نمایند. با وجود مشکلات و مانع‌های زیاد در بین اجداد ما مدنیت کتابداری و پیشبرد علم و فرهنگ رواج داشته است که آثار جاودانه علمی و خصوصاً میراث ادبی و فرهنگی که از زمانهای قبل از میلاد تا به امروز باقی مانده است دلیل بی بحث این گفته‌ها می باشد. یادگاری طبیعی باغ ملی تاجیکستان، شهر باستانی سرز، موسیقی ملی شش مقام، جشن نوروز بین المللی، طعام ملی آش پلاو و چکن، صنعت زردوزی در جمهوری تاجیکستان، نمونه‌های برجسته از میراث غنی فرهنگی و تاریخی خلق تاجیک به شمار می رود که از جانب یونسکو پذیرفته شده و فهرست میراث جهانی بشریت وارد گردیدند. دوران دولتداری سامانیان که تشکل یابی کامل خلق تاجیک به همین دوره راست می آید، در تمدن بشری کم نظیر می باشد. باید گفت که آثار علمی و ادبی و فرهنگی و تاریخی این زمان همچون دستاوردهای بی‌نظیر انسانیت اعتراف شده با مضمون و محتوا و ارزش علمی و ادبی در میان جهانیان مشهور گردیدند. در دوره سامانیان تاجیکان صاحب دیوان و دفتر، نشان و پرچم و ساختار منظم اداری و دولتداری گردیده علم و معرفت، فرهنگ و ادب و کسب و هنر رشد بی‌سابقه پیدا کرده بود. محض در شهرهای کلانترین آن زمان کتابخانه و مدرسه ها، کشک و استرای ها، دکان و بازارها و رسته‌های هنرمندی بنیاد یافته بودند. حاضرین گرامی، تا امروز در دایره همکاری های تاجیکستان با یونسکو تجدید جشن و صحنه‌های مهم تاریخی و فرهنگی گرامی داشتیم. سیماهای برجسته علم و ادب تاجیک، ارگزاری و سالگرد موضوعهای تاریخی و فرهنگی و دیگر تدبیرها عملی گردیدند. در این دوره چندین جشنواره دارای اهمیت ملی، منطقوی و جهانی برای خط جشنواره‌های سازمان مذکور وارد گردیده در قلمرو کشور و بیرون از آن جشن گرفته شد. تجدید جشن‌های 2500 سالگی شهر استرافشان، 2700 سالگی شهر کولاب، 3000 سالگی مدنیت حصار، 1100 سالگی اولین دولت متمرکز تاجیکان سامانیان، 1150 سالگی سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس استاد ابو عبدالله رودکی، 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی، 700 سالگی کمال خوجندی و 5500 سالگی سرازمی باستانی نمونه روشنی این همکاری هاست. دوستان عزیز، در فرجام میخواهم به تمام سازماندهندگان این همایش اظهار سپاس نمایم. امید دارم که روز فرهنگی تاجیکستان در معرفی کشور ما در عرصه بین المللی نقش شایسته میگذارد. به دقتتان یک جهان تشکر.